توی این ویدیو بهتون نشون بدم که عیدای ما چجوری میگذره. خیلی خوش میگذره. تقریبا ما 25 نفریم و خیلی زیادیم و همین زیاد بودن باعث میشه که خیلی خوش بگذره و میخوام که شما همراه من باشین این سری و پن که داشته باشیم. شد موجودیمون تا اینجای کار. آقا الان ساعت 1 و ما تازه میخوایم بخوابیم و 5 میخوایم بیدار شیم بریم اسکی. کدوم چیزه؟ اسمش چیه؟ آلوارس. میخوایم بریم آلوارس اسکی کنیم. ما 5 نفر دقیقا یه بار دیگه هم رفته بودیم توشال که گوشه یه نفرمون گم شد ولی باز به من خوش گذشت و اما این سری امیدوارم که چیزی گم نشه و اتفاقی نیفته، فقط خوش بگذریم همشون. پیدا شد گوشیش ها ولی خب بازم آره خلاصه بقیه خیلی بی‌حسن اما من خیلی هیجان زدم. هیجان میشه پاشید از اون بخوابم نمیشتم باشم حضور شد. به به حالا ما هنوز خود در نیومدیم از خونه. جیبش خالی. من چایی رو بگیرم. چایی رو من صداتون میکنم. در نیومدیم هوا 0 درجه است. داغه با اینکه من کله بزنم فقط این سر حالا
قهوه بزنیم. قهوه از من ویدیو نگرفتم، ناراحتم. بچه‌ها این سری که اومدیم سری دوم از سری اول خیلی بهتر رفتم. خدایی بهتر نرفتم. خیلی خوندم. بچه‌ها دیگه تموم شد و الان داریم میریم. مامان خیلی چای. منتظرم بچه‌ها بیان و بریم خونه. گفتم یه طور کمشی چایش باشه. خیلی خوش گذشت ولی اولین بار خیلی خوردم زمین، دومین بار خیلی خوش گذشت. یعنی قشنگ مثل جهنم و بهشت بود اولین بار دومین بار. چشمم باز نمیشه ولی خوب. غذاییم فعلا. بچه‌ها غذامون اومد. سلام. امروز یعنی امشب ما داریم میخوابیم بریم اسکی. سلام باید بگم فقط باید سلام.